با یاد و نام خداوند بزرگ آغاز می‌کنیم همایش نهضت مشروطه ایران در مجموعه جهانی کاخ گلستان. در این همایش 18 نفر از پژوهشگران و صاحب نظران ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری نهضت مشروطیت رو مورد بررسی قرار میدند و زوایای تاریک و پنهان اون رو تبیین و آشکار میکنند. یکی از اولین ویژگی‌های نقاشی‌های مشروطه وجود مردمه. مردمی که در واقع به صورت توده هستند در مقابل اون کانسپت و مفهوم قبلی که شاه به صورت منفرد در نقاشی دیده میشه. حادثه‌های تاریخی زمانی که رخ میدن در یک دوره‌ای آثار و تبعاتشون به پایان میرسه و امکان انکشاف و امکان بروز دادن آثارشون رو پیدا نمیکنن. اما انقلاب‌ها و من جمله انقلاب مشروطه در ردیف اون فرآیندهایی است که عوارضش و آثارش به تدریج آشکار میشه. پاسخی که ما امروز به سوال‌ها و پرسش‌های گشوده گذشتگانمون میدیم قطعاً تعیین کننده آینده ما خواهد. ناتوانی مورخان ما از روایت‌های جاندار و مؤثر ارائه دادن زندگی سیاسی ما رو توی این 100 سال 200 سال اخیر به شدت تحت تأثیر قرار داد. کارت‌پستال‌ها یکی از پر استفاده ترین مهمترین رسانه ها در حوزه روایتگری، خبررسانی و شخصیت سازی و یکی از اصلی ترین منابع بصری برای دریافت و شناخت بهتر مشروطه است. در کنار افتتاح تالار بریلیان یادمان نهضت مشروطه ایران 2 تا نمایشگاه عکس رو هم در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان دایر کردیم. یک مجموعه که خیلی به نظرم مهم میاد مجموعه عکس‌های آلبومخانه کاخ گلستان هست. مجموعه عکس‌های دیده نشده آلبومخانه هست که از میان کنتاکت‌های شیشه انتخاب شده و برای نخستین بار هست که به نمایش در میاد. تصاویری هست از رجال سیاسی مشروطه، خود مظفرالدین شاه و حال و هوای ایام مشروطیت.